نمایش رادیویی طنز کریم و مریم. گویندگان نرگس صادقی، هادی بهرامی. نویسنده مصطفی ساروی. مریم کجایی؟ خدا بگم چی کارت کنه زن، باز سمکشو نذاشته. مریم چیه؟ کل محله گذاشتی رو سرت. یه لحظه دندون رو جیگر بذار. داشتم با عفت تلفنی حرف میزدم. آخه زن حسابی، مگه اون سری نیومدن از مخابرات گفتن رکورد هزینه ها جا به جا شده؟ از دست تو نمیگی از کجا بیاریم؟ یه پول بازنشستگی بخور نمیر مونده ها. وای چقدر قور میزنی. پول مخابراته که خودم میدم. راستی گفتم دندون رو جیگرت بذار. آخه تو دندون نداری، مصنوعیه. من دندونم مصنوعیه؟ تو که گوشات سمک داره چی میگی؟ قرص جوشان میخوری بتونی فقط را بری چی؟ ولم کن پیرمرد. تو که از بس کمرت تا شده میشه بسته بندید که فرستاد واسه اون خدا بیامرز عمه اخترت. بله پیرزن آب مرواریدی، تو که تا اون نوک دماغ چروک تو بدون عینک و داروی چشم نمیتونی ببینی چی میگی؟ جای کلکل با من بگو اون عصای کوفتی رو کجا گذاشتی؟ همین آخر هفته سکته میکنم. خیلی پارو شدی. چند وقت جواب مطلقاتو ندادم. برو اساد اونجا کناری یخچال گذاشته پیرمردی آلزایمری. آخه آلزایمری منم یا تو که دندون مصنوعی تو جا گذاشتی تو راپله ها؟ چی میگی بابا؟ من اصلا دندون مصنوعی ندارم. هم آلزایمر داری هم خرف شدی. خسته شدم از دستت پیرمردی نقنقو. از آخرین سکته ناقصتم یه روز گذشته. طبقی برنامه امروز صبح باید سکته میسکتی. من میخندی؟ ببینم پیرزن اسقاطی، باتری قلب تو شارژ کردی؟ فکر کنم 5000 میلی آمپر شارژر 120 وات میخوره که تو نیم ساعت شارژ میشه ها. آقا کریم باید فردا بریم. طلاق میخوام. الان زنگ میزنم به عفت میگم بیاد دنبالم. دیگه تحمل ندارم. تو که خودت بدتر از من آلزایمر داری. شناسنامه هامون 5 ساله گم شده. تازه‌شم این آسانسور خراب شده. ما اصلا از پله ها نمیتونیم پایین بریم با این آرتروز زانو و دیسک کمر. آخ کمرم. راست میگی؟ و زنگ میزنم به عفت میگم نیاد. وای خدا، قرصاتو خوردی؟ تو اصلا زنگ نزدی به عفت. به خدا کریم از این به بعد اگه اذیتم کنی قرص قلبتو قایم میکنم سکته کامل بشی.
قبل این که قرص قلبمو قایم کنی اون عینک ته استکانی تو بذار که بتونی پیداش کنی. آخ پام، آخ کمرم.